میخوام تأکید کنم روی این مسئله. یعنی یکی از شاخصهای اساسی که در ساخت موتورها و همه دستگاه‌های صنعتی باید مورد توجه باشد مسئله محیط زیست. تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک ملت، یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست. مسئله محیط زیست بسیار مسئله مهمی است. اسلام هم بر روی محیط زیست خیلی تکیه کرده است. حفظ محیط زیست، رعایت محیط زیست، این چیزی که امروز دنیا به اون دست یافته از جمله چیزهایی است که جزو تعالیم اسلام است. این هم نکته بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد. من اگر بخوام همه اون چیزی رو که در ذهنم هست در مورد کار شما برادران عزیز در یه جمله عرض بکنم، این است که میخوام بگم ابتکار شما، هوشمندی شما، تلاش و پیگیری شما ضامن فردای این کشوره، ضامن فردای این ملت. از کار خسته نشید، از تلاش و پیگیری خسته نشید. ما کشورهایی رو سراغ داریم که بعد از ما وارد این میدان شدن، الان جلوتر از ما هستن، به خاطر پیگیری، به خاطر خسته نشدن از کار و اینکه مدیران ارشد همت خودشون رو مصروف این کردن که کار رو رها نکنن. نقیصه ای که بنده در بعضی از دولت هامون در طول این سالها مشاهده کردم، یکی از نقیصه های عمده پیگیری نکردن، دنبال نکردن کارهاست. کار رو با شوق و ذوق شروع میکنن، بعد نصف کاره میمونه. چرا؟ چون مدیران حمایت نمیکنن، پیگیری نمیکنن. چه حمایت مالی، چه حمایت اداری، حمایت‌های مدیریتی، تشویق، رسیدگی، برداشتن موانع جزئی از سر راه. گاهی یک مانع جزئی یک کار بزرگ رو مدت‌ها معطل میکنه. تجربه انسان این رو نشون میده. ما دیدیم کارهای بزرگی که متوقف شده، بعد که رفتیم سراغ کار که چرا متوقف شده فهمیدیم یک جا یک گیر کوچکی وجود داشته. همت نکردن این گیر کوچک رو برطرف کنن، این جریان عظیم همینطور مونده متوقف. مدیران محترم خوشبختانه دولت کنونی دولت فعالی است، دولت پیگیری است، با همتن، حقاً دلسوزن. وزیر محترم هم جوان و پر نشاط و پر انگیزه است. امیدواریم انشاءالله کارها رو به بهترین وجهی پیش ببرید. ما کشاورزی هم که برای ما خیلی اهمیت دارد و از نظر من یک رکن اساسی قوام و حیات کشور ما کشاورزی است، بستگی دارد به صنعت. پیشرفت کشاورزی جز با پیشرفت صنعتی ممکن نیست. یعنی من که رو صنعت تکیه میکنم، این نفی بخش کشاورزی نباید به حساب بیاد. این در واقع تأیید و کمک پیشرفت مجموعی کشور است که از جمله بخش کشاورزی هم در اون هست. اصرار دارم بر این که بخش صنعت پیشرفت بکنه و این پیشرفت هم با تحقیق، با به کار انداختن فکر و هوش
سرشاری که به حمدالله در شما آنان عزیز هست با این امکان پذیره. سرانگشتان ماهر ایرانی، من عرض بکنم به شما، خیلی از این کشورهایی که امروز در زمینه صنعت نامآورن در دنیا، در واقع در ردیف اول قرار دارن. اطلاعات متقنی که بنده دارم این است که هوش اونها، سطح هوشی اونها از سطح هوشی متوسط کشور ما بسیار پایین تره، منتها با پرکاری و با تلاش فراوان و اینها توانستن پیشرفت بکنن. هوشمندی و برخورداری از هوش و استعداد و ظرفیت ذهنی یکی از عوامل بسیار مهمه که در ما هست. باید اون عنصر دوم را، عامل دوم را که عامل کار و تلاش پیگیر و خسته نشدن و اینهاست، اون عامل را هم بایستی همراه بکنید. بدانید که در اون صورت انشاءالله کشور حرکت جهشی خواهد داشت، پیشرفت جهشی خواهد کرد، کارهای بزرگ انجام خواهد داد و همچنانی که امروز در بخش‌های متعددی ما می‌بینیم که کشور ما در مجموعه مثلا 10 کشور اول، 8 کشور اول، الان اینجا در یه موردی که از آقایون گفتن جزو 6 کشور دنیا هستیم که این امکان رو داریم، این کار رو میتوانیم انجام بدیم. اینا خیلی مهمه. این کشوری است که از صنعت و ابتکار و خلاقیت و فعالیت در دوران پیش از انقلاب فرسنگ‌ها فاصله داشته، امیدش رو هم نداشته، اعتماد به نفس رو هم نداشته است. امروز به اینجا رسیده. این خیلی مهمه. بنابراین راه برای شما باز هست و استعداد جهش فراوانه. از خداوند متعال خواستاریم که انشاءالله شماها رو توفیق بده و کمک بکنه. این مسئله پیوند با دانشگاه رو هم که یکی از آقایون اشاره کردن، این بسیار مهمه، بسیار مهمه. من چندین ساله که به دانشگاه ها، به دستگاه های دولتی این سفارش رو میکنم که بین صنعت و بین دانشگاه یه ارتباط مستحکمی برقرار بشه. احتیاج داریم ما به این که در دانشگاه کانونهای دانشی مخصوص بخش صنعت و بخش‌های گوناگون صنعت، مثلا مخصوص بخش خودرو، به وجود بیاد که پشتیبانی کنن. انشاءالله که خداوند شماها رو موفق بداره و مشمول دعای حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باشید و ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام بزرگوار از شما راضی باشن. امروز برای من روز خوبی بود. از دیدن این مجموعه تلاش و محصول تلاش خرسند شدم و خدا رو شاکر هستم و انشالله شما رو دعا خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.